1308 که آمده بودند آقای بروجردی، مرحوم عمو آقازاده جای نمازشون رو به ایشون تفویض کرده. مرحوم آقازاده در مسجد گوهرشاد نماز مهمی داشت. هم کمالین بازار مشهد مقید بودن به ایشون اقتدا می‌کردند، هم جمعی از فضلای حوزه یا شاگردان مرحوم آخوند بودن یا شاگردان خود آقازاده. و بعد در سالهای بعد ایشون این نماز رو ترک کرد. اون هم خودش داستان عجیبی داره. بفرمایید. خب بعد این حکایت در حکایت میشه مثل مثنوی مولوی. اون حکایت اینه که مرحوم عمو آقازاده در نیمه های یک ماه مبارک رمضان نماز جماعت رو ترک کرد. و هر چه خدمت ایشون آمدن و از ایشون تقاضا کردن ایشون نپذیرفت که برای امامت نماز جماعت. مرحوم پدرم فرمودن یک روز من با ایشون تنها بودم، از ایشون پرسیدم علت وجه ترک نماز امامت جماعت از طرف شما چه بود؟ ایشون فرمود که قبیل اذان مغرب بود و من بر سر سجاده نماز در مسجد گوهرشاد نشسته بودم و منتظر بودم وقت داخل بشه مکبر اذان بگه و من نماز شد. احساس کردم بسیار گرسنه است. یقین کردم که اگر الان در منزل بودم اول افطار می‌کردم و بعد نماز می‌خواندم. متنبه و متوجه شدم پس این نمازی که الان من بر سر سجاده اش نشستم برای خدا نیست، برای این مردم. بلافاصله از سر سجاده برخاستم و به مکبر گفتم من حالم خوب نیست و به منزل می‌روم. به مردم بگو که خودشون به تکلیفشون عمل و چون نسبت به قصد قربتم در امامت جماعت برای من تردید ایجاد شده، تصمیم گرفتم در بقیه عمرم متصدی امامت جماعت نشم. درسان شد اون توجه، اون تنبه و عمل بر طبق تشخیص. اون نماز رو که مردم برای خیلی کمتر از اون دست و پا می شکنه ایشون کرد. نمازی که بزرگان حوزه و بزرگان بازار مشهد ایشون ادامه. مرحوم میرزا محمد آقازاده معروف به آقازاده، چون مرحوم آخوند به آقای مطلق معروف بود، فرزند ایشون به آقازاده معروف شد. ایشون بله به کفایی که معروف نبودن ایشون. نه اون موقع شهرت کفایی متداول نشده بود. اون وقت ایشون جای خودشون رو یه موقعی با آقای بروجردی بله در 1308 که آقای بروجردی مشهد مشرف شدن، مرحوم آقازاده جای نمازشون رو به ایشون تفویض کردن و خود ایشون اقتدا می‌کرد با آقای بروجردی و مایل بود که آقای بروجردی در مشهد بمانند برای تقویت حوزه. ولکن بعد از 10 ماه ظاهراً آقای بروجردی به علتی که برای من مجهوله از مشهد به بروجردی